مقامات ارمنستان در نزدیکی‌های پایگاه نظامی روسیه در شهر گیومری راه‌ها را بسته کافتوکاب خانه‌ها را آغاز نمودند. آنها یک سرباز فراری روس را جستجو دارند که با کشتار 6 اعضای یک عائله از جمله 2 کودک متهم می باشد. به قول مقامات این سرباز روس از واحد نظامیش فرار نموده در خانه قربانی‌ها بالای آنها حمله کرده است. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان دانشجویان بعد تعطیلی تخمیناً 1 ماهه به درس برگشتند. در پی حمله طالبان بالای یک مکتب زیر نظارت نظامیان در کنار شهر پشاور در تاریخ 16 دکبر که باعث فوت بیش از 150 نفر اکثرا کودکان به انجام رسید، درس‌ها در مکتب‌های سراسر پاکستان متوقف شده، تعطیل زمستانه آنها تمدید یافت. اکنون وقت دانشجویان به مکتب آمدند، آنها با نظام نوی تفتیش امنیتی آشنا شدند. در شهر الماتای قزاقستان سرمحرر مجله آدم بال یک راهپیمایی اعتراضی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق را سروری نمود. با قرار دادگاه 2 ماه پیش فعالیت این مجله منع شده است. آدم بال از قزاقی به زبان تاجیکی آدم باش ترجمه می شود. اعتراضگران از پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف دعوت کردند که در معامله‌اش با رسانه‌های خبری آدم باشد. مجله آدم بال ماه نوامبر بعد نشر یک مصاحبه با یکی از فعالان مخالفین حکومت از طرف دادگاه با ترغیب اکستریمیسم ایدار دانسته شد. دادگاه فعالیت مجله را منع کرد و فعال مخالفین به اوکراین فرار نمود. در بغداد روزنامه‌نگاران عراقی به نشان همدلی با قربانی‌های حمله هفته گذشته بالای مجله هجوی شارلی هبدو در پایتخت فرانسه و پشتیبانی از آزادی بیان یک جمع آمد خاموشانه برپا نمودند. روزنامه‌نگاران در این گردهمایی که 11 ینور دایر شد ابراز داشتند تروریسم دین ندارد. آنها بدون نام بردن کدام یک دولت مشخص دعوت کردند که پشتیبانی با سلاح و دیگر نوع‌های کمک به تروریستان را بس کند.